من فقط داشتم زمین خود را آبیاری می کردم. حمله کوچه ها بالای مردم بی‌دفاع بهسود. وقتی نام کوچه ها در بهسود برده می شود، دل بسیار از مردم می لرزد. سال هاست که حضور کوچه ها در زمین های مردم محل به جای همزیستی با درد، درگیری و خون همراه شده است. امروز یکی از آن روایت ها را بازگو می کنیم. روایت یک مرد بی‌دفاع که فقط زمین خود را آبیاری می کرد ولی متاسفانه مورد حمله قرار گرفت. این صدا را باید شنید، چون پشت این صدا انسان است، انسانی که در خاک خودش مورد ظلم قرار گرفت. یکی از مجروحین حادثه چنین می گوید: من در زمین خودم، همانجا که پدرانم زراعت می کردن، مشغول آبیاری بودم. چند روز قبل رمه های زیادی از کوچه ها از زمین من گذشته بود. این بار تصمیم گرفتم مانع شوم. رفتم جلو، چوپانها را گفتم این زمین من است، اجازه ندارید رمه ها را از اینجا عبور دهید. راه را هم نشان دادم، اما آنها متاسفانه گوش نکردند، گله را راندند. من کمی اعتراض کردم و ناگهان 2 الی 4 نفر از طرف کوچه ها آمدند. با چوب، سنگ، لگد به جانم افتادند. من سعی کردم خود را نجات بدهم ولی دیگر نفهمیدم چه شد. وقتی مردم محل با خبر شدند، او بیهوش روی زمین افتاده بود. سرش و پایش به شدت آسیب دیده بود. نمی توانست حتی سرش را بالا کند. 4 نفر او را در تکه‌ای پیچاندند و با زحمت به خانه‌اش رساندند. بعد هم فوری به شفاخانه منتقل شد. زخم‌های تنش دردناک بود، اما زخم عمیق‌تری در دلش مانده بود. زخم بی‌عدالتی در سرزمینی که باید خانه‌اش باشد ولی مورد ظلم قرار می‌گیرد. این صدای یک نفر است، اما نماینده صدها نفر. در بهسود، دایمیرداد و مناطق دیگر انسان‌هایی هستند که صدایشان شنیده نمی شود. ما این روایت را نشر می کنیم تا فراموش نشود حقیقت. اگر شما هم با عدالت همصدا هستین، این ویدیو را نشر بدهید تا روزی که هیچ انسانی در خاک خودش احساس غربت نکند. این روایت فقط به خاطر گفتن حقیقت است، نه به خاطر نفاق، نه به خاطر کینه، تا اینکه حقیقت آشکار شود.